سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 27 فوریه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. همگی 20 سال داشت. دولت قربانوف از شهیدان اشت در اوکراین کشته شد. طلب 20 سال زندان به پدپلکوونیک اوبوب برای آدمربایی و کشتار. بخشنود امرویف برای قتل معشوقش 15 سال و 6 ماه زندان طلب دارند. هشدار از خطر ترمه‌های نو در تاجیکستان در روزهای 27 و 29 فوریه. و اکنون تفصیلات خبرها. ایبدار کننده دولتی روز 23 فوریه سال 2024 از دادگاه خواست تا اکمل یوسف زاده پدپلکوونیک وزارت کارهای داخلی 20 سال زندانی شود. یوسف زاده برای بودن و قتل اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارت ایبدار می شود. وکیل دفاع این افسر به طلب دادستانی روزی نیست. اخیراً دادگاه عالی به خبرنگار رادیوی آزادی در مرافعه اکمل یوسف زاده اجازه داد و این امکان فراهم آورد تا از جزئیات بیشتر قضیه آگاه شویم. دادستانی 23 فوریه در دادگاه گفت سبب سر زدن حادثه رشک اکمل یوسف زاده از مکاتبه های همسرش با آموزگار اسماعیل رحمانوف است. به گفته دادستان افسر چند بار نوشته های همسرش را با آموزگار در فیسبوک دیده اخیر را آگاه کرده است که دیگر به همسر او پیامک های عاشقانه نفرستد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت است و همکار اسماعیل رحمانوف بود. اما نزدیکان رحمانوف این دعوا را رد میکنند و میگویند خویشاوند آنها با همسر یوسف زاده تنها همکار بود و میان آنها یگان رابطه دیگر جا نداشت. در پرونده جنایی آمده است که اکمل یوسف زاده شب 12 ایون سال 2023 با نیت جزا دادن اسماعیل رحمانوف را از نزد قروتابخانه مسلم دوشنبه را بوده زوراً به ماشین سوار کرده است. بعد این به گفته دادستان افسر ماشین را به سمت نویه عینی رانده آموزگار را با دستان بسته در یکی از جایهای خطرناک دریای فان پرتافته است. دادستان گفت اکمل یوسف زاده همچون زاده ولایت سوخت میدانست که در کیلومتر 118 راه دوشنبه چنوق دریای فان پرتلاطم است و آدم نجات نمییابد. به تاکید دادستانی او دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته در نیم شب او را به دریا پرتافته است. بجز اتهام آدمربایی اکمل یوسف زاده به کشتار نیز گناهکار می شود. معمولا تنها در صورت پیدا شدن جسد مقامات حادثه را می توانند کشتار دامند تا هنوز جسد آموزگار را پیدا نکردند. از روی دو اتهام دادستانی برای او جزای 20 سال زندان را طلب کرد. وکیل دفاع اکمل یوسف زاده در دادگاه گفت افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت و تنها میخواست انیق کند که میان همسر او و اسماعیل رحمانوف چه رابطه است. اما وکیل برای اثبات گفتش دلیل قوی پیش نآورد. بجز اکمل یوسف زاده در کرسی ایبداری خویشاوند او اسماعیل جان شکوروف نیز نشسته است. دادستانی در دادگاه گفت شکوروف شب حادثه بی‌واسطه در بودن آموزگار دانشگاه تجارت شرکت داشت. دو وکیل دفاع از حق اسماعیل جان شکوروف در دادگاه حمایت کردند. آنها گفتند شکوروف از نیت اکمل یوسف زاده قبلا آگاهی نداشت و فکر کرده است که در بودن کدام جنایتکار به افسر یاردم میدهد. وکیلان دفاع گفتند مقامات اسماعیل جان شکوروف را در اول بازداشت شکنجه و غیر قانونی از او بیانات گرفتند. دادستان این را رد کرد و برای اسماعیل جان شکوروف از دادگاه 12 سال زندان خواست. وکیلان دفاع در دادگاه به تکرار گفتند که اسماعیل جان شکوروف از نیت افسر خبر نداشت و برای امین گناهکار کردن او به آدمربایی نادرست است. آنها گفتند این نفر باید تنها برای خبر ندادن درباره جنایت گناهکار دانسته شود. پرونده را بودن آموزگار دانشگاه تجارت بعد 6 ماه تحقیق آخر ینور به دادگاه عالی رسیده بود. حادثه را بودن اسماعیل رحمانوف در شبکه‌های اجتماعی سر و صداها را به میان گذاشته بود. درباره قضیه را بودن این آموزگار نخست رادیوی آزادی با تکیه به منابع خود گزارش داده بود. اسماعیل رحمانوف زاده نویه جیهون یا قمسنگر پیشین بوده در کافدرای منیجمنت دانشگاه تجارت کار میکرد. 38 ساله و صاحب 4 فرزند. زاده تاجیکستان دولت قربانوف را که همگی 20 سال داشت روز 12 فوریه سال 2024 در شهر اریال روسیه در قبرستان نوگورسکوی به خاک سپاریدند. در این باره پایگاه محلی اریولگراد خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه دولت قربانوف
از ازبک‌های تاجیکستان بوده 8 سپتامبر سال 2023 در شهرک شهیدان نویه اشت به دنیا آمده است. او سال 2021 مکتب میانه را ختم کرده به یک کالج در شهر اریال داخل شد، ولی به گفته نزدیکانش از بس که از خردی آرزوی سرباز شدنش را داشت، کالج را ختم کرده به خدمت حربی رفت. 8 دکمبر سال 2023 دولت قربانوف به جنگ ضد اوکراین فرستادند، ولی او همگی یک ماه جنگ کرد. در نمایندگی محلی انجمن ازبک‌ها و ازبک زبان‌های روسیه به اریولگراد خبر دادند که بعد یک ماه در نتیجه حمله هواپیمای بسترنشین ارتش اوکراین دولت قربانوف جان خود را از دست داد. تفصیلات دیگری چگونه و در کجای اوکراین کشته شدن این جوان معلوم نیست. در جمعیت ازبک‌های اریول گفتند که او شهید شد، ولی در تاجیکستان فکر و عقیده ها درباره اشتراک زادگان این کشور در جنگ روسیه به ضد اوکراین یکسان نیست. برخی بر اینند که تاجیکستانی ها باید به شریک استراتژی کشور خود روسیه در این جنگ کمک کنند و با این رو برای به 1 میلیون تاجیک جای کار دادنش به روسیه اظهار سپاس کنند. ولی دیگران جنگ روسیه به ضد اوکراین را یک جنگ ناعادلانه و برای تاجیکستان یک جنگ بیگانه مینامند و اشتراک زادگان تاجیکستان در این جنگ و خود را قربان کردن آنها را بی‌معنی می‌شمارند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 2 سال جنگ که مقامات روسیه آن را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند، از هر دو طرف نزدیک 200,000 نفر کشته، تقریبا 9 میلیون آدم زخمی و 10 میلیون اوکراینی گریز شدند. روز 26 فوریه سال 2024 در دادگاه نویه سوید شهر نوسیبیرسک روسیه آخرین تبادلات نظر طرفها پیرامون پرونده شهروند 28 ساله تاجیکستان خوشنود امرویف که در قتل بیرحمانه یک دختر 17 ساله مکتبخوان عیبدار می شود صورت گرفت. منبع پایگاه خبری اینفو پرو 54 در دادگاه خبر داد که در این روز هم عیبدار کننده دولتی و هم خوشنود امرویف سخنان آخرین خود را بیان کردند. معلوم نیست که جوان تاجیک متهم به کشتار معشوقش در سخن آخرین خود چه گفته است، ولی بنا به اطلاع منبع عیبدار کننده دولتی در مجموع از دادگاه طلب کرد تا عیبدار شونده را به 15 سال و 6 ماه زندان محکوم کنند. خوشنود امرویف بر اساس 4 ماده کودکس جنایتی روسیه از جمله بر اساس ماده 105 به کشتار، بر اساس ماده 119 به دست کم 6 مورد تعدید کشتار، بر اساس ماده 117 و عذاب عقوبت و بر اساس ماده 134 به علاقه جنسی با نابالغی که به سن 16 نرسیده است عیبدار می شود. نسل 17 ساله ماه ایول سال 2022 کشته شد. تفتیش پرونده 9 ماه دوام کرد و مرافعه دادگاهی از اپریل سال 2023 اینک قریب 11 ماه باز ادامه دارد. یادآور می شویم که داستان عشق جوان مهاجر و دختر نابالغ از شهر برسک در کنار نوسیبیرسک 26 ایول سال 2022 با فاجعه خونین پایان یافت. خوشنود امرویف معشوقه سابقش را در پیش چشم شاهدان در بین را با بیرحمی مخصوص کشت. بنا به خلاصه تفتیشات سبب کشتار رشک و از ادامه علاقه عاشقانه دست کشیدن دختر بوده است. خوشنود امرویف در یک جلسه دادگاهی بعد بازداشتش به خبرنگاران گفت انستاسیا را خیلی دوست می داشت و او را برای خیانت کشته است. او همچنین گفت از کار کردهش پشیمان است. انستاسیا ماه می سال 2022 همگی 2 ماه پیش از قتلش به سن 17 رسیده بود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. رئیس کارهای داخلی ولایت ختلان روز 27 فوریه سال 2024 از بازداشت یک زن سالخورده 69 ساله در شهر باختر مرکز این ولایت با اتهام مردم فریبی خبر داد و گفت قاسم و زویا برای گوی فالبینی و سیر و جادو شهروندان را فریب میداد. خود زویا قاسم و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی ملیس در شهر بازداشت این ساکن باختر گفت بعضی از نفران خود را فالبین و مشکل کشایی معرفی نموده مردم فریبی را برای خود یک وسیله روزگذرانی و منبع درآمد مالی قرار دادند. از جمله کارمندان شعبه ملیس مرکز ولایت ختلان ضمن یک عملیات معین کردند که شهروند قاسم و زویا
سال تولد 1955 استقامت کننده کوچه آسیمی شهر بختر در منزل استقامتی خود به سیر و جادو و فالبینی مشغول بوده است. در اطلاع ملیس گفته می شود که قاسم و زویا به خاطر به دست آوردن مبلغ مفت به سیرگیری و فالبینی مشغول شده و با استفاده از هر گونه اشیا از قبیل شمع و رشته و کلید و قلف گویا به درد مریضان دوام می بخشد. محض به خاطر رواج بخشیدن احتیاجات مولوی خود و به دست آوردن مبلغ مفت به این کار مشغول شده است. گفته می شود که وابسته به حالت مذکور نسبت به شهروند قاسم و زویا برای مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی مواد ضروری ترتیب داده شده. چاره‌بینی های سنجشی آید به معاین نمودن دیگر حالت‌های مردم فریبانه نام برده ادامه دارد. چند ساکن بختر به پایگاه خبری بامداد گفتند که فالبین زویا از فالبین‌های مشهور در این شهر و وادی‌های وحش به شمار می‌رفت و هر روز ده‌ها کار افتاده برای انجام کارهای چون فالکشایی، کشودن راه بخت و حتی با نیت تبابت به خانه او می اومدند. در تاجیکستان از سال 2006 فالبینی و سیر و جادو قانونا منع کرده شده. برای آن در قانونگذاری جزاهای مأموری پیش بینی شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان و میمانان جمهوری را از خطر سیل و ترمه‌های نو در 3 روز آخر ماه فوریه هشدار داد و از همه خواست که در این روزها از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و به محلهای آفت زده سفر نکنند. در اطلاع گفته می شود که بر اساس پیش بینی هواشناسان روزهای 27 و 29 فوریه سال 2024 در ناحیه‌های کوهستان و کوهدامن تابع مرکز، ولایت سوق و ناحیه‌های غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرو ریختن ترمه‌های نو پابرجا بوده. بر اثر بارشات اخیر در وادی‌ها و ناحیه‌های کوهدامن ولایت ختلان می تواند سیل بیاید. یادآور می شویم که روز 26 فوریه در اکثر شهر و ناحیه‌های تاجیکستان از جمله در وادی‌ها برف سخت بارید. در رابطه با بد شدن وضع آب و هوا، کمیته حالتهای فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان و میمانان جمهوری خواسته است که تمام چهره‌های بی خطری را رعایت کنند. در همین حال شرکت آیرس روز 27 فوریه سال 2024 با نشر چند ویدیو خبر داد که با وجود آب و هوای نامساعد در شهرهای دوشنبه، خوجند، چناق روهای تمام نوع نقلیات از جمله فوره‌ها و ماشین‌های بارکش اجازه داده شده است. از دیروز روهای نقلیات در این راه یگانه بین ولایت سوق و مرکز تاجیکستان به دلیل باریدن برف دست کم 2 مرتبه محدود کرده شد، ولی هر دو دفعه به مدت کوتاه. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 فوریه سال 2024 از آشکار شدن باز یک حالت دست به دزدی زدن نابالغ خبر داد. بنا به اطلاع رسمی به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه فردوسی با عریضه جوان 23 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که 24 فوریه سال 2024 تخمیناً ساعت 11:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده. از آنجا یک عدد تلفن موبیلی آیفون 15 و یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسوده شده 18,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. گفته می شود در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که جنایت مذکور نابالغ 17 ساله ساکن شهر ایسار صادر نموده است. تفصیلات دیگر حادثه و چگونه به خانه ساکن نوحه فردوسی در آمدن دزد معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی گفت از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. دزدی جنایت اعظم رایج در تاجیکستان به شمار رفته. از 21319 جنایت سال 2023 در این جمهوری ثبت شده، 4241 جنایتش یعنی هر جنایت پنجم دزدی بوده است. ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان همچون جزا برای دزدی وابسته به حالتهای چنین جنایت و عاقبت‌هایش از 2 تا 12 سال زندان را پیش بینی می‌کند، ولی برای نابالغان جزای جنایت‌های صادر کردهشان در مقایسه با جنایتکاران کلانسال نسبتاً سبکتر است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.